برادران بزرگوار من، روز اهل اصحاب در محضر پیغمبر بزرگوار نشسته بودند، از پیغمبر بزرگوار پرسیدند، گفتند یا رسول الله ربنا قریب نناجی او بعید فینادی. یا رسول الله، پروردگار ما، الله ما، صاحب ما، خالق ما، آفریدگار ما، دادرس و فریادرس ما، آیا به ما قریب است یا اینکه از ما دور است؟ اگر قریب باشه ما به آداب و آیسته و نرم و ملایم با او صحبت کنیم. اگر الله رب العالمین از ما دور باشد، اگر الله رب العالمین از ما مسافه دور باشد، ما فریاد کنیم تا اینکه فریاد ما را، صدای ما را، داد ما را، ندای ما را بشنود. وقتی میگه اهل اصحاب پرسیدند، پیغمبر بزرگوار جواب نگفته بودند، جواب ناگفته بودند. اون ذاتی که هر شخصیت فریادش کرد و فریادش میرسد، اون ذات جواب اینها را گردانید. رب العالمین جواب گفت و سوی پیغمبر بزرگوار ما استعیذ بالله: و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. ای محمد صلی الله علیه وسلم، وقتی بنده ها از تو میپرسند که پروردگار ما به ما را قریب است یا اینکه دور، و سوی بنده های من بگو که فانی قریب، من به اونها را بسیار قریب هستم. اجیب الدعوة الداعی اذا دعان، اجابت میکنم، قبول میکنم دعای دعا کننده را هر وقت دعا کنم. برادری بزرگواری من، برای چی پریشان هستی؟ برای چی خود را گم کرده ای؟ برای چی هر نوع فکر در سر تو می آید؟ الله رب العالمین به سوی تو بسیار قریب است. حتی در آیت دیگر رب العالمین می فرمایند از این شاهرگ گردن دیده ای انسان، من به سوی تو قریب تر هستم.